That's why very few traders actually make money, is they don't recognize that their thinking brain is servant. Their emotional brain is the ruling committee. And until you learn to use that thinking brain to calm down that emotional brain, it gets cranked up and it starts making very rapid decisions that are automatic, okay? And at that time, the thinking brain's wiped out. Here, when you say, okay, I have the intent of closing down, you need to stop, you need to think, going, okay, how is my emotional brain doing? جان دیابل میگه دلیل شکست بیشتر تریدرها این نیست که مثلا استراتژی ندارن یا رو بازار تسلط ندارن یا مثلا مدیریت ریسکشون اشتباهه. میگه بالاخره اینا رو تو مسیر یاد میگیرن، حالا از یه جایی استراتژی پیدا میکنن یا تجربیاتی تو بازار کسب میکنن. مشکل اینجاست که میان به صورت ناخودآگاه به احساساتشون واکنش نشون میدن. یعنی تصمیم گیری هایی که داخل بازار دارن بر اساس اون حالت روانی، بر اساس اون حالت احساسیشون است، بر اساس منطق معاملاتیشون نیست. و میگه تنها راه این که بتونیم جلوی این مشکلات رو بگیریم اینه که به اون خودآگاهی برسیم. یعنی بفهمیم الان از لحاظ احساسی و روانی تو چه وضعیتی قرار داریم تا بتونیم مدیریت احساسات و همون مدیریت روانی انجام بدیم.